با تشبث جمعیت سهامی کشاده شرکت آلومینی توجیک، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و کمیته رشد سیاحی همایش در موضوع رشد امکانات‌های سیاحی سالمگردانی با اشتراک نمایندگان فدراسیون اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان، شرکت‌های سیاحی وطنی، صاحبکاران و شخصان فعال شهر برگزار گردید. قبل از آغاز همایش اشتراکچیان از نمایش امکانات‌های سیاحی شهر ترسونزاده که صحن مهمانخانه شرکت تشکیل کرده شده بود دیدن نمودند. شرکت کنندگان همایش وابسته به سمت‌های افزایش‌یابی ساحه سیاحی ابراز عقیده کردند. ما با تمام سیاحان خارجی در تماس هستیم. آنها برای آمدن از نزدیک دیدن نمودن ایزی دینازور یعنی که ذوق و شوق کرده شدند که وقتی که آنها به شهر ترسونزاده و جمهوری تاجیکستان یعنی که آمدنی بودند بنابر سبب کووید 19 پاندمی کرونا ویروس یعنی که تمام جهان رو به لرزه آورده بود آمدن نتوانسته بودند. من ببینید که آهسته آهسته این بیماری از بین رفت. در سال 2021 ما انتظار سیاحان خارجی هستیم و ما میتوانیم که با تمام امکانات ها موضوع رشد سیاحی شهر ترسونزاده را به سیاحان معرفی نماییم. نمایندگان ضمن سخنرانی‌هاشان قید نمودند که در حقیقت هر موضوع‌های سیاحی مملکت منظره‌های زیبا، هوای صاف و بی‌غبار، درخت و بوته‌های آرایشی، حوض‌های پرآب، منبع سیاحتی و عامل طبابت برای سیاحان داخلی و خارجی به حساب می‌رود. آسایشگاه‌های کشور مرکزهای بزرگ طبابتی و تشخیصی بودند با نمودهای گوناگون دستگاه‌های معالجوی و خدمت‌رسانی معدنی و معیشی در داخل و خارج کشور معلومند. در حقیقت شهر ترسونزاده طبیعت زیبای ناتکرار و موضع‌های خوشبود و هوا، باغ‌های انگور و دیگر میوه‌ها، رستنی و چشمه‌های شفابخش دارد که می‌تواند برای رشد ساحه سیاحی در شهر مورد استفاده قرار گیرد. شرایط امکانات برای سیاحان خیلی خوب براه مانده شده است. در شهر ترسونزاده در سال 2019 یک شرکت فعالیت می‌نمود. در سال 2020 دو شرکت فعالیت خود را براه مانده بود. ببینید که در سال 2021 شرکت‌ها به 4 عدد رسانیده شد. آنها فعالانه اشتراک نموده استادند در تبلیغ و تشویق موضوع سیاحی کار جونا کردگی هستند. می‌توانند هر یک سیاحان داخلی و خارجی به مشکلی از موضوع سیاحی دیدن نمایند. بعد از همایش اشتراکچیان از امکانات‌های خدمت‌رسانی استراحتگاه‌های شرکت و کوران با مقصد پیشنهاد خرج‌سرهای سیاحی از جانب شرکت‌های سیاحی از نزدیک شناخته شدند. امکانات‌های رشد سیاحی در شهر این خواجگی جنگل و شکار قراتاق، فرمای آهوی خالدار، باغ تاریخی طبیعی شرکت، ایز دینازورها، دهه دارای طبیعت ناتکرار در دره شرکت میباشد. اینچنین در شهر بیشتر از 20 عدد مؤسسه‌های استراحتی و سالمگردانی از جمله جمعیت سهامی کشاده شرکت آلومینی توجیک، طبیبان، شفا، ادم اکوا، عزیزه، مفید و دیگران عمل می‌نمایند. همین طور اشتراکچیان از این موضوع‌های سیاحی دیدن نمودند از تماشای آن به خود تأثیرات خوب گرفتند.